بعضی عادت‌ها آنقدر آرام وارد زندگی ما می‌شوند که اصلا متوجه نمی‌شیم چقدر خطرناک هستند. در این ویدیو می‌خوام 5 عادتی را بگویم که اگر همین امروز متخلفشان نکنی، ممکن است آینده‌ات را نابود کند. اگر به موضوع رشد فردی و موفقیت علاقه داری، پس همین حالا این کانال را سابسکرایب و دکمه زنگولش را بزن، چون در اینجا ما درباره عادت‌های موفقیت صحبت می‌کنیم. عادت اول: وقت تلف کردن با گوشی. یکی از خطرناکترین عادت‌ها این هست که ساعت‌ها در گوشی و شبکه‌های اجتماعی وقت تلف کنیم. خیلی از مردم روزانه 3 تا 5 ساعت در گوشی هستند بدون اینکه چیزی یاد بگیرند و یا پیشرفت کنند. اگر هر روز فقط 2 ساعت از این زمان را صرف یادگیری کنی، در 1 سال زندگیت کاملا تغییر می‌کند. عادت دوم: به تعویض انداختن کارها میباشد. بعضی‌ها همیشه میگویند که از فردا شروع میکنم، اما مشکل اینجاست که آن فردا هیچ وقت نمیرسد. خیلی ها میخوان ورزش کنند، کتاب بخونند و یا مهارت جدید یاد بگیرند، اما همیشه شروع کار را عقب میاندازند. عادت سوم: نشستن با افراد منفی. محیط اطراف ما تأثیر زیاد روی ذهن ما دارد. اگر همیشه با افرادی باشی که فقط شکایت میکنن، تو هم همان طرز فکر را پیدا میکنی. و نکته کلیدی که میخوام تو این بخش بهت اشاره کنم این هستش که محیط تو آینده تو را میسازد. پس حواست به این نکته خیلی باشد. عادت چهارم: نداشتن هدف در زندگی میباشد. خیلی از مردم هر روز زود از خواب بیدار میشوند، کارهای معمولی انجام میدهند و دوباره به خواب میروند بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشند. وقتی که هدف نداشته باشی، انرژی و انگیزه هم نخواهی داشت. و میرسیم به عادت طلایی: تنبلی و نداشتن نظم میباشد. موفقیت بیشتر از استعداد به نظم و انضباط نیاز دارد. اگر فقط هر روز 1% بهتر شوی، بعد از 1 سال تغییر بزرگی در زندگیت میبینی. این ایده از مفهوم کتاب عادت‌های اتمی میآید که درباره قدرت عادت‌های کوچک صحبت می‌کند. حالا می‌خواهم از شما بپرسم که به نظر شما کدام یک از این عادت‌ها خطرناکتر هست؟ لطفاً در بخش کامنت‌ها بنویسید. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، حتما این ویدیو رو لایک کنید و برای ویدیوهای بیشتر درباره موفقیت و رشد فردی این کانال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگولش هم بزنید، چون ما در اینجا درباره رشد فردی و موفقیت صحبت می‌کنیم. با امید دیدار.